شما میفهمیدید که مامور دولت هست؟ بله میفهمیدم. موضوع ملاقاتتان چی بود؟ امورات کشور. کم دقیق تر. دادستان صاحب، همه ما درباره موضوعات ترکیه پالیسی های داریم. ایره شما میفهمید. ملاقات کارحالی محترم و مرحوم بچه استاد عباس دمی باره شده بود که غیرعادی نیست. چند سال بشه که با هم معرفی بودیم؟ شناخت دیری نداشتیم، اما بازم بعد از بسیار وقت زیاد دیدمش. به همین خاطر آن بود که پیشنهادش قبول کردم. دید شما چطور بود؟ یکی از آخری کسایی بودین که اون دیدین. منظورتان رو نفهمیدم. درباره حالت روانیش. مرحوم مثل همیشه کاملا خونسرد و آرام بود. دادستان صاحب، نام کارحالی محترم که واقعا یک انسان خوب است، در مرگ یک مامور دولت که علت مرگش هر چیز بوده میتونه با مجرمین یک جا آمده. به نظر من این میتونه که بسیار یک امرادی باشه، اما ملاقات دو مامور دولت جرم نیست. یا به نظر شما شخصی که قبل از مرگش با هر کسی ببینه جرم از دادستان صاحب؟ این هیچ چیزی را بیان نمیکنه، بلکه جلوه دادن این موضوع برای ما زیاد صدمه میرسانه. بیان آقا محمد با ما زیاد مهم است. در هفته‌ای که بچه استاد کشته شد، روزنامه 2005 موضوع را بسیار جدی گرفته. در ورق اول روزنامه گزارش تشکیلات محافظت عامه بود و در بین گزارش اتهامات در برابر محمد کارحالی وجود داشت. آقا رضا بدید اونا فقط یک چند ورق کاغذ از دادستان صاحب و درباره این موضوع تحقیقات لازم انجام شده. متاسفانه در کشور ما تهمت کدام جرم نیست از او خاطر تهمت کردن گسترش یافته. راپورها و او عکس هایی که توسط رسانه ها به نشر رسیده دسیسی است که از طرف کسی دستور داده شده. ما در طول عمر خود با مردم خود با دولت خود بالاخره کسی هستم که تا توانستیم از هر طرف همگی را کمک کردیم. دادستان صاحب، نام ما در اول هیچ گزارش و سناریو نوشته شده نمیتونه. با وجود که حق من نیست، هرگز اجازه نمیتونه ای کار شوه. امرای صفیه خانم گپ زدم. ما دکتر لونت هستم. خانم منتظرتان است. با اجازه تان مجبور هستیم تلاشی کنیم. البته. لطفاً از موتر پایین شوین. ما هم تلاشی میکنین؟ مجبور هستیم. او بایک معایناتم است آقا. بس که برآمدین باز اونا را بگیرین. شاید به دردم بخورن. اجازه نیست که اینا را داخل ببرین. تشکر. دوستای ما راهنماییتان میکنن. خوش آمدین آقا لون. خوش باشین. بایک دکتر صاحب بگی. فرق نمیکنه. من خودم میگیرمش. بفرمایید. بریم. راپورای مریض برین. میخوایم ببینم. کلش رای دوسی است، اما بسیار سابقه است. اجازه میتین خانم؟ دکتر صاحب معاینه میکنن. نظر به گزارشات دوسیه. در وجود مادرتان نظر به تداوی‌های گذشته. بدن مادرتان دیگه انرژی تولید نمیکنه خانم صفیه. خدا استراحت کاملا فعال شده و مهمی که
اکثر قسمت های بدن با بسیار کندی کار میکنن و خدا نخواسته اگه همه تو ادامه پیدا کنن مریض کاملا فلج میشه. درباره جنایت بسیار مداخله کردن آقا. کی؟ بسیار کس هستن آقا. فعلا قاتل پیش ماست آقا، اما از بیان چیزی ثابت نمیشه. بر علاوه یک شاهد هم است. با یک دیگر روبرو شدن؟ نه آقا، هنوز موضوع واضح نشده. با امنیت هم چیزی نگفتیم. خواستیم که اول خودمان مطمئن شویم. یک مجنون وجود داره؟ بله آقا. سوی قصد از طرف یک نفر نمیشه میتاد. ما متوجه موضوع هستیم آقا. یا هم دوسیه مزنون. دوسیه شاهد کجاست؟ آماده میسازیمش آقا. تا شام اظهاراتشان بریم بیار میتاد. بچه شما آقا. وقتی که اصلا به شما روان کرده امکان داره او هم این موضوع را واضح بسازه. اگر شما لازم ببینین دوسیه را با هم ارتباط میتیم. میتاد حدتا بشناز لطفاً. کسی که حد خدا نشناسه بسیار پشیمان خواهد شد. در گذشته نفرای اوزا ما را تعقیب میکردن. حال ما اونو را تعقیب میکنیم. توی کارا ببین. بیادر در داخل کسی نیست که امروز ارتباط گرفته بتونیم. یا کمی کار ما پس مانده بود عبدالحی. اینایی سلاح ماشینی را از کجا پیدا کردن بیادر؟ چطور جرأت کردن که بدون اجازه ما کار کنن؟ او موضوع بعدی است عبدالحی. معلوم است که ترسیده بار دیگه زیاد میته. عینکی آمد. او بچه شما چند دفعه خودم مفروشین؟ نه بیادر با خدا ما دولت و ملت خدا نمفروشیم. ما اینا در کجاست احمق؟ بیادر ما نمیفهمیم که در کجاست. یعنی او احمقا فرار کردن. با جای گوسفند شما را حلال میکنم. اعصاب ما خراب نکنین. بیادر دشمنای ما در بین ما نفوذ کردن. تو چی گفتی احمق؟ چیزی نگفتم بیادر. چی گفتی لودا؟ می خود چوب باشی یا که صدای ما نمشنوی. تمام قریه صدای ما شنیدن و تو نشنیدی. تو را میگم عبدالحی نمیشنوی؟ نشنم بیادر. ماما معلوم کو که اینا کی هستن، از کجا آمدن، وابسته به کی هستن و بالاخره یکی از کی گرفتن و به کی دادن. خواهر زاده اگه از دولت باشن ما چی کنه میتونیم؟ ماما نگفتیم که صرف تحقیق کو. خواهر زاده باید تو کارا مداخله نکنیم. حتما جمال کدام کاری کرده که دستگیرش کردن. خواهر زاده ماما اگر جمال کدام کار کرده باید بفهمیم. وقتی که سر اشخاصی که تحت محافظت ما هستن میاین فردا با جان ما میاین. اگر بترسیم میاین، اگر نترسیم
52 سال شده که ما با ترس یک جا زندگی میکنیم. اینا هنوز طفل هستن. ترس چی؟ در طفولیت چی دیدی ماما؟ ما زیاد چیزا را دیدم خواهر زاده. اولین ضربه را من قسم دیدم. او دکتر مأمور دولت نبود ماما. نه بچه، مأمور چی؟ وحشی بود، وحشی. اینا کسایی هستن که سر انتقالات حمله کرده بودن. ماما از کسی که نشونه گرفتی بگو با کسی چیزی نگوید. اما تو برو. درست از خواهر زاده. باز خبرت میکنم. البته باز خبر میشی ماما. زیاد گپاره میفهمی. موفق باشی جانه. زنده باشن آقا. متوجه باشین که بار دیگه تو حماقت نمیبخشم. تعقیبشان کنیم؟ اینا را تعقیب نکنیم بیادر. راست میگی. مشکل ایجاد نمیکنیم میریم. خب بعداً وقتی که موتر در سر جمپ استاد شد تو سلاح خود کشیدی، دیدی که از پیش روی نمیشه، باز از پشت سر شلیک کردی. اولی در گردنش و 2 مرمی دیگه در شانهش اصابت کرد. جواب بده. نفر مرد. بعداً چی کردی محمد؟ در تلویزیون نشر میشه؟ تلویزیون و روزنامه را بان. حال از اول قصه کو. میشه بریم چای بریم؟ گلونم خشک شده. البته جانم، چرا نه؟ حتما میارم. همی است. بسیار ظالم است. رحم نمیکنه. بیلیاز است و همیشه پیش سلامی باشه. با آقا اصلان کدام رابطه داره؟ تو هم میخوایی که در شوربا سرکه بندازی اسد؟ ما به این چیزا باور نداریم. این بار هدف محمد است. او بچه مرده تولد شده. زیاد زنده نمیمانه. بیادر، کسی که از اوزه برآمد پالاست. پالا کی است عبدالله؟ در عراق شمالی، در جنوب و غرب اتوسنگ نیست که زیر پای نکده باشه و انسان نیست که نامش نشنیده باشه. بابا ما چیزی گفتی؟ نه بیادر، او را به نام عینکی میشناسه. این پالا برای کی کار میکنن؟ خدا خبرشان نشان نداده نه؟ نه ندادیم. نه بیادر، بیا از اون نفرهای اوزه اونو را تعقیب میکنه. و عینکی اون نفرش متوجه شما خود نشدن؟ فکر نمیکنم. جمال هنوزم داخل است؟ پرسیدم، گفتن هنوزم زندانی است. چی کنیم بیادر؟ منتظر میشم که مامایم بیا ببینیم همراه خود چیزی میاره یا نه. او وقت یک تصمیم خواهد گرفتیم.
زیاد دوام نمیکنه. تکلیفش معلوم خواهد شد. اگه زنده می بود تا امروز هیچ نمی آمد. یادم قابلم نمیشش طرف سعی نمیکرد و یا نمیخواست که دوستای خدا ببینه. خوبی که با شما نگفت. فهمیدم میتونم. مادر و پدرش هستیم. از خودش هستیم. با تشویش میشدیم. اما بالای من میتونست باور کنه با من همه چیز بگویم. من خب با کسی نمیگفتم. اگه نمورده باشه و ده وظیفه باشه باز ده کجا وظیفه اجرا میکنم؟ ده ترکیه یا خارج از کشور؟ حتما خارج از کشور است. اگه خارج از کشور باشه پس چرا میگن که مرده؟ ما از کجا میفهمیدیم که علی ده کجاست؟ درست است، اما کل کارمندای وزارت خارجه خو استخبارات نیست. معلوم میشه که از اونا هم پت کردن. تمامی کارا از دست او آدم ریشه است نی دخترم. او کی هست آیشه خانم؟ ما او آدمه هیچ خوش ندارم. بسیار سرد طرف آدم میبینه. گپایی میگفت که هیچ فهمیده نمیشد. بیبی حتی نامش هم دروغ بوده. وقتی نامش عباس است باز چرا با ما نام خود اصلان گفته؟ اگر دیگه وقتی گپا رو میگفتی آیشه خاله میگفتم چیزی رو نمیفهمی. اما شما کاملا حق به جانو بسته. چطور خود در تو کار داخل کردن؟ یکیش واقعا مرد، دیگهش هم هیچ معلوم نیست که در کجا هست. نمیفهمم هنوزم نامش علی است یا تغییر داده. هنوز ثابت نشده، خدا ناراحت نسازین. اگه داخل و پاکت هم میدیم شاید ثابت میشد. مربابا حکمت میخوایی بگویی در پاکت نوشته که در کسی که در قبر از بچه من نیست. اما یک جسد برتان داد گفتی بچه شما هست. مربابا من به خاطر که مادر شوم 10 سال انتظار کشیدم تا علی اومد. بعدن از دست دادمش. محبتش در دل خود دافن کردم و حال میگن که زنده است. بلی از خدا اما به امید زندگی کردن نمیتونم. امید است دکتر صاحب. اگر بخوایم براتون واضح بگویم کار ما بسیار مشکل است. باید از معایناتی که قبلا کردین منصرف شوین. خوب میشن؟ شاید که مثل یک انسان عادی صحتمند نشه اما خوب میشه. چطور که مطمئن گپ زده میتونین؟ خانم نرگس با گذشت قدر واقعات رابطه خود با زندگی قد نکرده. ما که قدر مطمئن گپ زده میتونم کوشش میکنم که مادرتون خوب شود تا شما خوش باشین. مادرم میخواد که خوب شونی؟ به نظر ما بله. میشنوین مادر؟ ببینین همه چیز بسیار زود خوب میشه. چرا همراه ابراهیم ملاقات میکنه؟ منظورش از این کار چی است؟ فکر میکنم ما از هیچ گپ خبر نمیشیم؟ فکر نمیکنم. شاید اونا با خاطر ملاقات ازش خواهش کردن قدش. آقا خسرو ما را فروخت رئیس. عجولانه تصمیم نگی. آقا خسرو میایه گپای خودم میگه او هم گوش میکنیم و اجازه میتیم که دوباره از اینجا بره. خسرو قبلا هم امرای روسا ملاقات میکرد اما این قسم عکس العمل نشان نداده بود. تا حال کدام عکس العمل نشان نداده. هنوز تیر نگفته. چال آمده. پر او بسیار قوی است. اما قمار ما بازی میکنم. قبلا شما با دوستای مشترک ما در ارتباط بودین خانم وکیل و بعض معلوماتم درباره شما داریم. ببخشید که گپتان قطع کردم آقا نظام‌الدین، اما فعلا وضعیت روحی ما اصلا خوب نیست که بتانم وکالت کسی را به عهده بگیرم. اون موضوع را میفهمم خانم جانان. به این خاطر ما هم کار خود انجام دادیم و او دوسیه بسته شد. نفهمیدم. درباره دوسیه او مریض دیوانه گپ میزنم. تشویش نکنین. او موضوع را دیگه فراموش کنین خانم جانان. تشکر، اما میخوایم بفهمم که شما چطور مرا انتخاب کردین؟ ما میخوایم که در کنار خود انسانای موفقی را داشته باشیم. بازم تشکر، اما
دوستم ایلفیلول از مکده یک وکیل موفق است. پس چرا من؟ ایلفیلول هم بررسی میکنم، اما اونا کم احساساتی هستن. وکالت به این معنا نیست که هر رقم معلومات بررسی کنیم خانم جانان. بعض وقت از دست دادن هم باید قبول داشته باشیم. چند وقت پیش چند نفر همراه آقا خسرو ملاقات کردن. کسی میگه که قرابشان بود، کسی هم میگه که از دوستای قدیمیش بوده. اما از هر کس که پرسیدم گفتن که اینا 3 نفر هستن. نام یا کدام لقب نشنیدی ماما؟ رئیسشان همیشه عینک در چشم خود میداشته باشه، اما عینکاش نمره‌دار نیست، خواهر زاده برنمود میپوشه. نامشان پالاست. نفرای خود ما بیادر. با آقا خسرو چی ارتباط دارن ماما؟ یا معلوم نیست، اما خواستن مزرعه را تلاشی کنن، برشان اجازه ندادن. خسرو آقا چرا نفرای خود سر ما روان کنه؟ ما میره میگم که روان نمیکنه خواهر زاده. بیادر این رقم آدم ها که با آقا گردن میمونن؟ نمیمونن، اما اینا با خاطر پیسه کار نمیکنن. اونا نوبه استانبول آمدن و هیچ کس هم دربارشون نمیفهمه. حالا فهمیدم که پیسه سهم ما از کجا آمده. از کجا آمده؟ اینا دوباره به خسرو روی آوردن. خسرو آقا با ما پیسه داد، اینا هم در مقابل از خسرو چیزی خواستن. چی؟ حمایت نظامی. اگه حمایت خواسته باشن حتما کدام هدف بزرگ دارن. مقصدشان خب باج گرفتن نیست بیادر؟ پیش از یک کدام لستم بوده خواهر زاده، اما بیشتر از این چیز نمیفهمم. اونا را خسرو حمایت میکنن، چی او رقم چی رقم. با خسرو غلط گپ زده نمیشه. باید از لازی و اصل موضوع را بفهمیم. جگر جان شک نکو، من به تو ضرورت دارم. ببین ما به خاطر تو خانه گرفتیم، باندگه نفس مشکل پیسه نداریم، نمیخوایم که تو در بیرون کار کنی. این خلاف رواج ماست. ما نمیمونیم که خانم ما در بیرون کار کنه. اگه کسی حتی طرفش سیل کنه دلش از زندگی سیاه میکنیم. تو خو میفهمی که ما به خاطر تو چقدر حساس هستم. چی وقت میایی؟ دقیقه بگو، ساعتش بگو، روزش بگو، هفتهش بگو، ماهش بگو. چی میشه لطفاً بگو. مرا کشتی. چی میدلی؟ یک دقیقه صبر کو. بله مادر، دستایت میبوسم. ما مرده مادر، خلاص شدیم. مامای مرا در خانه قفل کرد و خودشم رفت. نمیفهم که امروز چه قسم دخترها چکر میزنه. حتی کسی نیست که برم یخنی پخته کنه یا کمکم کنه. گلم سر، مادر من به خاطر مریضی بازی میتونه، از پایم خبر نداره. ما بعداً برات زنگ میزنم. کدام گلم سر مادر؟ کورش آمک بشناسمش. در اینجا هیچ کسی خنده نمیکنه. یک بچه تو خنده روی است. شیشه را پاک میکردم. دفعه صدای شلیک شنیدم، بسیار ترسیدم. کم بود از کلکین پایین بفتم. آمر صاحب چی دیدن؟ در پایین یک موتر زرد استاد بود. بعدا 2 دفعه دگام شلیک شد. باز من از کلکین دور شدم. تحمل کردن نتانستم. بازم از کلکین دیدم که در پایین یک مسئله استاد بود. همون شلیک کرده بود؟ نمیفهمم. چه رقم یک آدم بود؟ قدش بلند بود، جمپر کریمیده جانش بود، در هوای گرم زیاد لباس پوشیده بود، عینک هم در چشمش بود. چه رقم عینک؟ عینک آفتابی. بعدن چی کرد؟ عینک های خدا کشید. پس عینکی نبود؟ نمیفهمم که دوباره عینک خدا پوشید یا نه. ریش یا برود داشت؟ بله آمر صاحب، برود داشت.
خواهر ایره ندیدی که عینک خدا پوشید یا نه؟ اما برودش چه قسم دیدی؟ عامر صاحب شما راست میگین، اما متوجه نشدم که برود داشت یا نه. فاصله بین تو نفر چقدر بود؟ دقیقا میتونی بگویی؟ عامر صاحب تقریبا 2 آپارتمان فاصله داشتیم. رنگ مویش چی رقم بود؟ زیاد متوجه نشدم. فکر میکنم سیاه یا سفید بود. سیاه و سفید بود. کوتاه بود یا دراز؟ گردنش دراز بود. مویاش خواهر مویاش دیگه کسی را ندیدی؟ نه من تنها مویه دیدم. حال دوستای من نظر به گفته‌های تو رسمش کشیدن. ببین که با او آدم شباهت داره. عینک خدا ناوردیم اما از دور دیدن میتونم. به نظرتون راست میگه؟ نمیفهمم، مطمئن نیستم. امی است؟ مطمئن نیستم، شاید امی باشن. اگه درست رسمش میکشنی شناخته میتونستم. اینا با هم مشابه هستن اسد؟ به نظر من خو قدر شباهت ندارن آقا. خانم چیزی را که نباید میفهمید فهمید. چند نفرم که باشن فرق نمیکنه. گفتم موتر که سر جمع برسه بیازا ایسته میشه. ما هم سلاح را کشیدم و نزدیک موتر رفتم و سرعت گرفتم. امی که نزدیک موتر شدم شلیک کردم. مرمی اول در گردنش خورد. با خاطر که مطمئن شوم باز شلیک کردم. در گردنش ثابت کرد. بعداً باز شلیک کردم. دیدم که مرده بود. بعداً با بسیار سرعت از اوجه فرار کردم. او طرف سرک یک کوچه بود. باز در کوچه داخل شدم. وقتی که از محل دور شدم باز سلاح را پد کردم. کلش همه بود. سلاح را چی کردی محمد؟ در بحر انداختم. چرا مرتکب جرم شدی؟ به خاطر که به امپریالیست ها و متحدینشان یک ضربه برسانم. بچه استاد عباسه به خواست خود کشتم. کدام سوال دیگه هم دارین؟ صافی ما نمیخوایم که مادرت از این خانه برایه. من نمیگم که برایه، فقط میخوایم بگویم که به خاطر خوب شدنشان زحمت میکشم و به خاطر یام ده هر کار جزئی تو نمیخوایم. از این خانه برآمدنش چرا نمیفهمین پدر؟ او دکتر احمق 15 سال ناق مادرم در گوتا قفل کرده بود. ایره کی میگه؟ او دکتر کی است که تو گپ میزنه؟ او هنوز تازه کار است. پدر من کاری را که گفتم انجام میتا. تداوی مادرم میکنم. صافیه نظر به گپای دکتر، مادر ما میخواه که خوب شوه، قسمه که من میخوایم. اگه شما بخواین ما دوباره یک فامیل میشیم پدر. این براتون هیچ مهم نیست. او باشید بود ینگا. اگه واقعا مجبور نمی بودم این سوال نمی پرسیدم. ای داغه که در روی ماست. همیشه ایفا به یادت میارم تو نیست؟ باید شوهرت میدیدی. بعد از او روز کمرای تو عروسی کرد. هیچ قدر هیجانی ندیده بودمش ینگا. به خاطر که بتونم در کنار شما زندگی کده بتونم همیشه کوشش کردم. چه کده بودم که لایق کار شدم؟ با وجود که این لکه در روی ماست. یک روز اگه جوابی را داشتی میخوایم بشنوم. نه تو وقت مرگ تنها نمیمونم اتون. به خاطر که شما را چیز نشه هر کاری که از دستم بیایی انجام میتونم. دردی ریس کدیم بسیار درد داره.
کلان ببینین مادرم هیچ چیزی نشده. خواهرمو مثل مادرم گپ نمیزنه. چه بودن زنا خوب از بچه جان. مرم روی مادرتون تنها بانین. نسرین آیا باید داری کدام سلی برای زده باشم؟ مادرت مرده بود 3 ماه گپ نزدی با هیچ کس نخوردی و ننوشیدی لچ کردی یک سری که خوردی به خود آمدی حالا دیگه روی نداری که باسری بزنم نسرین در این خانه غمره که ما دیدیم نمیخوایم که بالای دیگران تاثیر کنه نسرین اولادایت خارج از کشور به درس خواندن میرن شاید که یک روز بیاین و زنده بانین هستین هیچ وقت شوق مرگ نکنین هستین علی دم اینجا برام پیشنهاد عروسی کرد اما یک روز بعدش از اینجا رفت. تو که برام پیشنهاد عروسی کنی باز روز بعدش دروغ میگی پولاد؟ نمیگم. دروغ میگی پولاد. شاید تو هم دروغ بگویی. میگم. باندگه پولاد هیچ حوصله ندارم لطفا امرم شوخی نکن. فکر میکنم ایلف به نظرم حتما کدام دلیل داره. دلیلش چی خود باشه؟ مسئولیتش. چه قسم مسئولیت که گفته نتانست؟ ما جرمایی را که مرتکب میشون به تو میگم ایلف. اما میفهمم که جرم میکنی. شاید که منتظر فهمیدن تو باشه. راست میگی. با خاطر نفهمیدن راز علی و کاکا اصلان حتما باید احمق میبودم. منظورم تو نبود. به نظرم هم تو و هم تمام دنیا سرم خنده میکنی. ما احمق هستم لوده هستم با یک دروغ باور کردم و یک دروغ گوره دوست داشتم. میفهمی که در مرگ علی چقدر گریه کردم؟ میفهمم. اما اون هم میفهمم حتی در فکرشم نیست. شاید که هیچ مرا دوست نداشته مرا فریب داد و رفت. اگر با کدام دختر دیگر رابطه می داشت خیره کم از کم یک دلیل خو می داشت. می گفت که تو را دوست ندارم اما قسم یک فریب. بعض وقتا نظریات انسان ها اونها را به خطا تشویق میکنه. فکر میکنی که اشتباه کردن؟ مقصد از خطایی است. به نظر من از تو از فامیلش پنهان کردنش درست است. اگر کدام راه دیگه می داشت حتما انجام میده. هیچ کس با قدر ثابت قدم نیست. خب دو صورت هیچ وقت نباید اشتباهات با انسان ربط داد. یک بار باید قدر درد و رنج خودتان فکر کن. به نظر من باز هیچ وقت تو به این راه ادامه نمیده. حدس میزنم که به خاطر محافظت از شما براتان چیزی نگفته. اما اگر امروز در مقابل تو منی او باشه این درد و رنج تو را ببینه. میفهمی که مردا چرا دروغگو هستن؟
یک لحظه را فکر کرده او را به واقعیت تبدیل میکنند. اگر میدید من رنج میکشم معذرت میخواست، اما بازم کار خدا میکرد. کاملا مطمئن هستم. حتی نامش نمیفهمم پولاد. از کجا میفهمی که نامش علی است؟ میخوایم که خود در یاب بندازم. اگه ما با جای تو باشم اولی را معلوم میکنم که علی کی از بعد از او جایش پیدا میکنم. چه قسمی کار انجام بدم؟ او را مثل یک دوستی که پیش روی فکر کن. همه چیز فراموش کن. از صفر هر چیزه و هر کس دوباره بشناس. از کجا شروع کنم؟ از جرم. کی مقصر است؟ علی. کی مقصر است؟ حسن اکبای. اگر ما با جای تو باشم برای همه میگم که در داخل او قبر علی نیست. بکی؟ نمیفهمم. مثلا با مطبوعات. حتما توجه مخاطبتون را جلب بکنه. اقدر عصبانی هستم که اگر ببینمش با دست خودم از بین میبرمش. کار کردن نمیتونی چون که او نیست. میفهمم، اما اگر پیشم میبود حتما باز این کارا میکردم پولاد. چه قسم؟ آله علی را دمو قبر دفن کردم. دیگه به خاطر رنجاندن کس مرا هیچ وقت نرنجانی. گپای خودت هم درست است آقا خسرو. هیچ آدم اجازه نداده گپای خودم بگویم. او فقط 3 گپ یاد داره و همیشه همون را تکرار میکنه. تو هم سرش فشار میاری نه؟ چیزی به از دست دادن ندارم. بس از دیگه نه امریکایی ها نه روس ها و نه کاراهانلی بچه پدرم است. چی میکنی؟ قسمی که گفتی هر کار که کنم به تنهایی میکنم زیاد بیادم. غلط درک کردی آقا خسرو. یعنی چی که غلط درک میکنم زیاد بیادم؟ احساساتی عمل میکنی، درکت میکنم. دخترت از دست دادی، ما هم از دست دادم، اما این نباید عقل خوش ما رو مختل بسازه. توکل به خدا ببینیم که بالاخره چی میشه. در دوسیه بیان تحریری مظنون، بیان شاهد و تصویری است که نظر به نشانی های شاهد کشیده شده. شما در این باره کدام چیز با گفتن دارین آقا؟ دقیقا مجرم همی است. بله آقا. درست است. بسیار تشکر. ما چیزی را که میخواستیم با دست آورده. شب خیر آقا. حسن میتاده همراهی کن. بچشم آقا. ایجارت بیبی کوشش میکنن که مرام فریب بتن. راست است، او مواد را اونا آوردن. آقا خسرو هم اجازه داد که همراه اونا باشن. خسرو از نگه داشتن پالا و تیمش همراه خود حتما کدام مقصد خاص داره؟ تو اگر کسایی را که برات خوبی کردن رد کنی باز او وقت آقا نمیگنه. کسایی که تحت حمایه خسرو هستن چرا اونا با جان ما آمدن؟ نیک اونا دوستای آقا خسرو نمیشناسن یا ای که فراموش کردن ما از دوستای نزدیک او هستیم؟ در این وقتا وضعیت آقا خسرو خوب نیست.
همراه اونا در کاروبار مشغول است و مثل ما دختر خود از دست داده. نمیفهمیدم. خوب است اما ادامه بده. آقا خسرو گوش اونا را تا میتن. ما همراهشون گپ میزنم. یک تشویش دگام دارم. این آدمای حرفه‌ای هستن. آدمایی هستن که به هدف از کوه به شهر پایین نمیشن. یک مأمور دولت کشته شد. عباس بچه استاد. بله. اگه اینو مرتکبی جنایت شده باشن؟ آقا خسرو از او گرگا نیست که تو فکر میکنی. گرگ باران دیده از پولاد. در جنگل طوفان است آقا زیا. کی گرگ، کی فیل و کی شیر است هیچ معلوم نیست. گرگ معلوم از پولاد. همیشه هوشیار میباشه. اما اگه غفلت کرد باز از بین میره. آقا کارمندای تشکیلات محافظت عامه آماده و منتظر به انجام کار خود هستند و میخواهند که از طرف ما برشان هدایت داده شود. ایرا باید تنها ما تو بفهمیم اسد. اگر از موضوعی دوست یا دیگر را خبر شوند باز افراد ما را از بین میبرند. کسی خبر نمیشه. تمام این نامایی که با کود دوسیا جا و جا شده همراه کلشان به تماس شو. اما این 2 نفر از بین رفتن. با استعدادترین افراد خدا ناق از دست داد. علی جاندان حادثه ترافیکی کرد. زلفو یکسل در عملیات عراق شمالی شهید شد. قهرمانای را که از طفولیت تربیه کردی اگه از دست بیتی باز چی میکنی اسد؟ دیگه چی کنم میگم وطن زنده باشه. اقا به انصاف نباش. وطن با داشتن تو قهرمانا وطن است و مادرایی که این قهرمانا را تربیه کردن. بیادرم امرکده همراه گروپ هم گپ زده. مهمانیتون خلاص شده. امرکد لوازم خدا جمع کنین و اینجا را ترک کنین. باید بیادر دیوی گپ بگویم. گپ بیادرم است. ضرورت به هیچ جنجال نیست. با ادب اینجا آمدین و با ادب هم برن. آقا این چی میگه؟ برو با بیادرت بگو حال وقتش نیست. هر وقتی که بخوایم باز میریم. گپای دیوانگی نزن اصاب ما خراب نکن. عینکای در چشمت مشکنانم. چرا در پیش همگی عینک در چشمت است از کسی نمیشرمی. بکش که ببینم جن است یا انس. تنها مرده ها دیده میتونن. حالا چی خواه شد آقا؟ نانتا بخو بادیر پشتی گپا نگرد.
کاراهانلی محترم، حال دیگه ای تفاهم نظر نیست، جدایی را است. دایی را با هم برآمدیم آقا خسرو. تا که راه خلاص نشده جدایی نمیشه. پس ایره برم بگو که راه کجاست محمد؟ دیگه سر ما اعتماد نداری خسرو؟ خدمت چی عرض کنم محمد؟ از قدیم گفتن جان نگاه کردن فرض است. کاراهانلی محترم به خاطر شما چی کارایی که نکرد؟ ده 30 سال کسی که حتی طرفتان چپ سعی کرد از بین بردش. قبول دارم کسی که خوش ما نمیامد نابودش کرد، اما اصلا کسایی که ما را خوش ندارن. کی؟ عاقبت چوپان کور همیشه نابودی و ورشکست شدن از کاراهانلی. چیزی را که تا حال ندیدی خیر است. من برات گفتم که مشکل وجود داره، اما تو هیچ جدی نگرفتی، نشنیدی. حال خوب گوش کن که چی میگم. از این لحظه به بعد نه تو را میرن جانم و نه خودم محمد. از این به بعد چوپانم هستم، رمام هستم، گرگم هستم. بدون تو هم میتونیم برای خود ادامه بدیم. اگر با پرتگاه روبرو شویم و تو هم با ما باشی، جای افتخار است که با هم سقوط کنیم. ای که چی باعث افتخارم است خودم میفهمم. مشکل تو چی است خسرو؟ چرا با ما خیانت میکنی؟ ما یک فرد اصولی هستم و تو حاکم هستی و پابند نبودن به اصولا به نظر ما خیانت است. اصول چی؟ ده اصول تویی است که دوست 40 ساله خوده که همه چیز برات داده ترک کرده و پیش دیگرها بری، تو خود دوست فکر میکنی خسرو؟ کدام دوست؟ کدام برادر؟ تو مرا احمق فکر میکنی؟ به خاطر اون نجمی کور پروفیسورای مرا از بین نبردی؟ هر فرصت که به دستت آمد کوشش نکردی که مرا تحقیر کنی؟ تو را کی بارون ساخت؟ اولی را بگو، تو را کی مشناخت؟ وقتی که بیل دستت بود و دهقانی میکردی من مثل تو 10 دهقان داشتم. فراموش کردی؟ با ما به از این باش که با خلق جهانی. یک گرگ واقعی باید درنده واقعی باشد. خسرو بکرولو که زندگی خود را در اثر یک حادثه ترافیکی از دست داد به خاطر دفن نمودن به قریه انتقال داده شد. جنازه خسرو بکرولو از طرف مردم بسیار به گرمی استقبال شد. خسرو بکرولو یکی از قاچاقبران مهم مواد مخدر در دنیای مافیا شناخته میشد. قاتل کارمند استخبارات بچه استاد عباس محمد یلدریک امروز راهی زندان شد. محمد یلدریک که در محکمه به جرم خود اعتراف نمود و گفت که قصداً بچه استاد عباس را به قتل رسانده است. بی شرفا. حالا که خودت خواستی مرا ببینی ما میخوایم حقیقت از خودت بشنوا. بگو که در پوست خانه چی را میپالیدی؟ آقا اصلا از طفولیت مشناختم. ببی به خاطر که فهمیدم امنیت و ممی را از تو پرسان میکنم گفتم که امرای ما است. دوست دارم که واقعیت برم بگویی. بپرسم که بگویم. بر اصلان کار میکدی؟ آقا اصلا خودش خواست که امرایش کار کنم. نتیجه؟ با او گفتم کسی که با دولت کار کنه مافیا نمی باشه و اگر با دولت کار نکنه هیچ چیز نمی باشه. تو با اصلان چه رقم کمک میکدی؟ تا حال از ما یه چیز نخواسته بود. پس چرا میخواستی که او پاکت پیدا کنی؟
خواستم بفهم در داخل پاکت چی و مخاطب پاکت کی است. خب چرا خواستی که مرا ببینی؟ چون میفهمم که آقا اصلا محمد نکشته. از کجا میفهمی؟ او آدم قطعا نداره که تو یک سوی قصد بزرگ انجام بده. اگه نام قاتل اصلان احمد باشه پس با تو چی فرق میکنه؟ اگر در یک کشور یک مقام بلند پای دولت کشته میشه و در عین حال یک قاچاقبر مواد مخدر کشته شوه و در عین حال شاهد ازی باشیم که یک گروه ناشناس از مردم باج میگیره و در پستخانه شما در مقابل ما ظاهر شوید، با ما هر اسم، هر قاتل و هر مقتول مهم است. با پلیس ها گفتین که امرای ما است. ما آمدیم که بفهمم امرای شما چقدر میتونم باشم. یعنی تو را با پلیس معرفی کردیم؟ از اینکه در مقابل دولت باشم ترجیح میتونم همراه دولت باشم. کدام مشکل ندارم، فقط نمیخوایم که بین ما و دولت کدام مشکل به وجود بیایه. آدم مثل تو نمیتونه مافیا باشه. تو را کی تربیه کرده؟ کوچه ها. در کوچه ها کشته میشی، تربیه نمیشی. در دوستی قاتل آقا اصلا نوشته شده؟ او نوشته نکده، ما رسم کده. بالا. با شما نامزادتان چیزی گفت که در عملیات‌های خارج از کشور اشتراک میکنه؟ علی جاندان. نه خیر، از مرگش، یعنی ازی که فکر میکردم مرده، تقریبا 1 سال بعد اتفاقا در روزنامه عکس شدیدم. در جریان عملیات در کوزوکو بود. عکس العمل شما چی بود؟ کسی به گفتم باور نکرد. ما زیاد اصرار کردم کی علی است، اما وقتی که عکسش در فتوشاپ جور کردم باز دیدم که علی است. بر ریاست‌های مربوطه نامه فرستادم. از طرف کلشان تقریبا 1 جواب آمد، گفتن که به ما ربط نداره. چطور در فکرتان آمد که قبر باز کنین؟ خب اصلا نگبای، یعنی که این نام اصلیش نبوده. با مرگش امی که فهمیدم کارمند استخبارات بوده، باز تمام شکایم برطرف شد. رابطه اسران اکبای با علی جاندان چی بود؟ با هم بسیار نزدیک بودن. خب به نظر من کسی که به خاطری کار علی را تربیه کرده بود اصلا اکبای بوده. میشه کمی واضح تر بگوین؟ دوستی ما و علی از مکتب نابلو شروع شد. بعد از معرفی شدنش با آقا اصلان درباره موضوعات دولت بسیار زیاد تحقیق میکرد. وقتی که میپرسیدم میگفتی مسئولیت همه ما است. از همین خاطر تصمیم گرفت که تحصیلات خود دیگه شهر ادامه بده و بعد از او به خاطر کار کردن به انقره رفت. با نظر شما علی جاندان اسران اکبای داخلی کارا ساخت؟ علی بسیار یک بچه لایق بود. راستش درباره چیزی که من فکر میکنم بله، یعنی نظر من ای بهترین را به خاطر استفاده از یک شخص است. اگر این قبر مربوط نامزادتان نباشه باز شما فکر میکنین که هنوز امو زنده باشه؟ خب اگر راستش بگویم نه خیر، حالا اصلا برم این مهم نیست که علی زنده است یا مرده. حالا برای این سوال پیدا شده که علی جاندان کی است؟ یک مامور دولت به خاطر کشتن دیگه مامور دولت از طرف کی امر میگیره؟ ایره تنها کسی که امر گرفته میفهمه. قدرت دارین، پس چرا شما نمیخواین که قاتل پیدا کنین؟ اگه ما این کار کنم وضعیت خراب میشه، باز تمام مظنونین گم و گور میشن. تو پیدا میکنی، ما تحقیق میکنم. هیچ کس را که کارت دولتی داره ما غرض نمیگیرم. تو پیدایش که خودم کارتش ازش میگیرم. نمیتونن که از مسئولیت دولت فرار کنن. قبول داری یا نداری بگو برم. ادامه سریال
کارهانلی محترم، باید بگویم که در ارتباط با قتل بچه استاد عباس اسم شما ذکر میشه. در روزنامه ها تصاویر شما چاپ شده. کارهانلی محترم، یک مجله شما را رئیس دنیای جرم اعلام کرده. این همه را شما چه قسم تحلیل میکنین؟ در دنیا همیشه اعتراضات وجود داشته. در روی زمین ها برنامه‌های تروریزی شده. واقعیت نداشته اما به نفع بعضی ها تمام شده. خب حال ما در حال خدمت به وطن خود هستیم. البته که بعضی ممانعت های وجود دارند. مانع رای ما میشن. بعضی ها هستند که تهمت میکنن. خب زمانه که در شرق میانه بزرگ آرزوهای بزرگ وجود داشته باشه، البته که بعضی ها با آرزوی خود نمیرسن، چون دستای پشت پرده وجود داره. میشه شما با ما بگوین کمپاین را که شما شخصا به پیش میبرین، کمپاین پروژه شرق میانه بزرگ، او با شما ممانعت ایجاد میکنه؟ این ادعا یک واقعیت است. پروژه شرق میانه بزرگ چی معنی داره؟ ارتباط ترکیه با جهان پیشرفته و جامعه اروپا چی معنا؟ تمام کشورها با هم متحد بوده و انکشاف یافته باشند. کار زیاد، استخدام وسیع و مهمتر از همه و در محیطی که زندگی میکنیم صاحب اعتبار باشیم. در این منطقه ما شاهد خشونت های بشماری بودیم. این خشونت ها صرف به خاطر در امن بودن اسرائیل رخ میدن. در اثر این خشونت ها بعضی دولت ها مثل عراق کاملا نابود میشن و دوباره یک دولت جدید ایجاد میشن و ناگفته نباید گذاشت که مردم بیگناه و مظلوم زیاده از بین میرن و آواره میشن. و به نظر شما چرا این اتفاقات رخ میده و چه دلیل؟ ترس از یک انسان حتی بزرگترین بدبختی یک کشور بوده میتونه. ترس نظریه های بدبختی را ایجاد میکنه. این نظریه ها به سوی عملی شدن حرکت میکنه. خواستشانی است که ترکیه را به صفت یک چهارراه استفاده کرده و طبق خواست خودشان حرکت کنند تا وقتی که آخرین قطره خون در وجود از باید آدم ها مبارزه خواد کردم. شخصیت های بزرگ دیگه هم وجود داره که با شما هم نظر هستن، اما چرا فقط شما هدف قرار میگیرین؟ تروریسم روانی. قبلا تو یک چیز نشنیده بودم. جنگ روانی میان دو طرف می باشه، یا که برنده هستن یا که بازنده. جنگ است. تروریسم همیشه یک طرف می باشه. مقصد تروریستی است که صدای مشاجره را بلندتر انعکاس بدن. از او خاطر میخواین مهمترین هدفها را نشانه بگیرن. یعنی مرگ بچه استاد عباس یک ترور بود و دخیل ساختن مدعی موضوع ترور روانی است. روز گذشته در حادثه ترافیکی کسی که جان خود از دست داد خسرو بکرولو. خواهش میکنم درباره آینده کشور گپ بزنیم. در این کشور بسیار موضوعاتی است که بالاش گپ زده شود. چرا همیشه میخواین که کشور ما به سوی تاریکی روان باشه؟ کارهانلی محترم هر روز ساعت 6:30 بیدار میشن. در حال خواندن روزنامه حتما قهوه می نوشن، اما نمیخواین قهوه صبحشان شیرین باشه. درسته ساقا. چای صبح خدا ساعت 7:30 نوش جان میکنن. نان چاشت خدا ساعت 12:30 نوش جان میکنن و از طرف شب فقط میوه نوش جان میکنن. فهمیده شد آقا. و حال کارایی را که نباید انجام بدی خانم. وقتی که امرایشان مهمان آقای قلیچ و یا دخترشان باشه یا که در حال گپ زدن در تلفن باشند، او وقت از اونا دور می باشی تا که صدا را نشنوی و هر وقت که صدایت کردن آماده می باشی. فهمیدی خانم؟ هفته یک روزه رخصتی داری و هر مسئولیتی که در بیرون برات داده میشه باید امرای محافظین بری، مسئولیتت انجام بدی و دوباره برگردی. و هر جایی که میری باید از قبل آدرس اونجا را برای ما بگویی. تا جایی که توانم از کوشش میکنم انجام بدم آقا. بعد از اینکه کارایم خلاص شد به اتاقم میرم. در روزای رخصتی ها میخوایم در کنار ساحل کتاب بخوانم. در استانبول هم زیاد جایی برفتن ندارم. خب زیاد بخوان، کم فکر کو و هیچ گپ نزن. تمام عمر خوش میباشی. با ما چی وقت میبافی دلارم؟ میفهمم اما میخوایم از ما و مادرم یک قسم باشه. طرف ما یک قسم نبینین. خوب که شدین برم ببافین.
که بیرون براین بار اول میخواین چی رو ببینین؟ ما همراهتان هستم مادر. چرا قصر خود فشار میارین؟ قربانتان شوم. اولین مسئولیت شما. خسرو بکرولو در حادثه ترافیکی جان خود از دست داد. میفهمم آقا، از طریق مطبوعات تعقیب کردیم. حادثه را تحقیق کن و نتیجه شب با هم بررسی میکنیم. یعنی میگین شک دارین که او حادثه ترافیکی نبوده؟ آقا خسرو هم وکیل ما بود، هم یکی از دوستای نزدیکم. یک فامیل بزرگ داره و باید ما درباره حادثه برشان معلومات بدیم. و تو هم تا شام وقت داری خانم جانان. بیادر ماماتیشون باید درباره عملیات خبر شوند. از اولش بله. از آخرش؟ خوش آمدین. خوش باشین. انشالله اینجا خوش باشین بیادر. انشالله. برق آمادگی چی ضرورت بود خواهر زاده؟ مردم ما را نظر میکنن. بیادر ما خواست و ما انجام دادیم. من زیاد خوشم آمد ماما. نوش جان پولاد بیادر. چقدر ذوق خوب داره ماشاءالله. تو خوبی از منتظر عروسی و ساز سرود هستی. ماما پیسه زیاد مصرف شده اما از لحاظ امنیتی اینجا خوب است. خواهر زاده از اجل فرار نمیشه. فقط که اجل آمده و ما در زمینی پود شویم خواهر زاده. هر کس ببینه میگه از ترس اینجا پود شدن. بیادر میایم. مقبول شده. چشمایت مقبول است. صدقیتشون پولاد بیادر. خوش آمد ماما. مثل عثمانیا که به خاطر دلمه باغچه را جور کرده بودن بسیار مقبول است. یک دفعه مک شده من فکرایی نکو. امی عادتم است. زیاد تجربه دارم. بسیار زیاد تشکر ماموتی. زنده باشی بیادر. خداوند فرصت بده که حق مظلوم از ظالم بگیریم. از یا کدام عکس العمل دیده شده؟ کدام خبر نیست. زیا بسیار هوشیار است. حتما کدام نقشه داره؟ زیا با خاطر مردان نقشه نمیکشه. جای خالی خسرو چطور پر کنیم؟ او وقتش رسیده که پولاد امتحان کنیم.
علی و ابراهیم هنوز در زندان هستن نه؟ احتمالش نمیره که آزاد شون. به نظرت پولادی کار میتونه؟ میگم که هیچ کس نمیتونه، اما بازم خودت بهتر میفهمی. برش بگو بیایا. خودت هم روش ملاقات میکنی؟ برش زنگ بزن خلیج. اجازه است داخل بیایم آقا؟ نام تو چی است؟ فراهی آقا. تشکر فراهی. نوش جانتان آقا. دام اینجا ملاقات میکنیم؟ خلیج با کسی که خلیل ابراهیم اختطاف کرده میتونه در هر جای دنیا ملاقات میتونی. کجا خواهر زاده؟ کارانلی خواستم ماما. خواهر زاده بلیاز خدا کاری را که نمیتونی قبول نکنی. باز جواب دادنش بسیار مشکل است. باید برم از نزدیک بزنم ماما. شاید کار به خیر ما باشه. از کجا معلوم؟ خواهر زاده خیر تو آدمو به کسی میرسه؟ بیادر کار پالایشان چی کنیم؟ کوشش کنین که جایشان پیدا کنین ماموتی، ولی متوجه باشین که کدام نشانی نمانین که زیاد وقت نداریم. با نبود آقا خسرو اینا پای خود از گلم خود در سر میکنن. آخرین سوال خانم الف، وکیل هستین و دعوای مافیا را هم پیش میبرین. حتی بعضی وقتا اسمتان هم در روزنامه ها من حیث وکیل مافیام ذکر شده. زندگی تانه که میبینین، نامزدتان کارمند استخبارات، شخص بسیار نزدیکتان یک کتاب فروش استخبارات، موکلتان هم مافیا. خب تقریبا چند سال قبل من حیث دو وکیلی دفتر ایجاد کردیم. منظور ما ای بود که عدالت واقعی را اگرچه اندکان باشه باید به مردم نشان میدادیم. نظر به گفته خود شما با وجود تمام کارهایی که ما انجام دادیم، اما بازم نتیجه‌شی است که نامم در بین اشخاص بد ذکر میشه. خب آلی یگانه مقصدم یعنی به خاطر پیدا کردن ایلف و علی که مرا با تمام مشکلات تنها مانده رفت می باشه و تمام سعی و تلاش ما صرف به می خاطر است. تشکر. بسیار مشکل بود اما خوب بود. به نظر شما به درد می خوره؟ گپایتان اما قدر مغلق نبود که خیر بازم می بینیم. داخل آمده میتونم؟ بیا جانان بیا، امیال خلاص شد. حالا باید دفتر کلان کنیم، مشهور شدی. به می خاطر فرار کردی؟ کارا چطور پیش میره؟ ده تو یک رای روان شده میلف که یک قدمشم بی حادثه نیست. هیچ کسی با اجل خود نمیمیره و مرگم کسی باور نداره. گلم تو چرا قدر درباره مرگ گپ میزنی؟ نوش جانتان. بالا تو به خاطر دسته قرآن امرای هر سگ و پشک می جنگی. بفرما. بگو آقا. بله اینا بزرگای خدا فراموش کردن. ما در فکر دوستی نیستیم. مقصد پالا را سندار خود فکر کنم. قناقی طرف و طرف نگردن. هنوز امرایت بسیار کار دارم پالا. چی وقت طرف ما سعی کردن که ماری خود گشتنه؟ بگو آقا. گشتم تا وقتی که بسیار گرمی نباشه از زیر سنگ نمبرایه. حالا برآمدیم که رویده ببینم.
واضح گپ میزنم بگر آقا. در کار همراه شریک میشم، اما هیچ وقت کاری نمیکنم که باعث شوه اعتبارم از دست بتم از اینجا برم. تو را میشناسم، با دیگه کس کار ندارم. مام تو را از همین خاطر اینجا خواستم پالا. تو نفرم را میشناسی؟ خلیل ابراهیم؟ بله. برش بسیار احترام داشتم. تا حالا مثل او کسی را ندیده بودم. ناق دستگیر شد، قاید نداشت که زندانی میشد. تا وقتی که در داخله در جیب چقدر پیسه میه پالا؟ در جیب تو چقدر پول میه آقا؟ 3 میلیونش از من، دیگه متباقیش از تو. تو در فکر چیزی دیگه نباشه آقا بکر. هر جای زهر خودم میرزانم. چقدر میخوایی؟ کار کلان پول کلان. 30% پیشکی، 50% بعد از اتمام کار، باقی مانده هر قدر که دادی. بالا در استانبول تجارت یاد گرفتی؟ اینجا یک نان خشک و مفت نمیتن. ببین که ما چه چیز خورده میرین. محمد داخل اجرا شد؟ بله آقا. او بچه کم دیوانه است، متوجه باشین امروی کسی مخاطب نشه. عصبی است آقا. خوب است. او زن صفاکار چطور؟ فشار داره آقا. پاکدن شیشه برش خطرناک است. با فامیلش یک چند رپا بتین. دیگه سر او زن بیچاره کار نکنین که گناه داره. امرتان بجا میشه آقا. با ما یک کتاب بیاری. تو را چی با کتاب خوندن؟ استراحت کو که اصحابت آرام شوه. دلارا این کم کلان نیست. من سر پای خود هستم. دلارا من سر پای خود سر هستم. ببین گپ میزنم، قدم میزنم. دلارا چقدر کلان شدی صفیه. ببین خوب شدیم دخترم.
صفیه سر مقار هستی؟ من هم میخواستم که بودی دخترم. تو را هیچ وقت از خود جدا نمی ساختم. من هم میخواستم تو را برنجانم دخترم. ترسیدم که تو را از پیشم نگیرن. ایف رفت. نمیخواستم که صفیه هم برم. موهایت بسیار بوی خوش میده. لطفاً سر مقار نشو. نمیخواستم تو را برنجانم. بسیار جگرخون بودم. بسیار جگرخون. تو را از پیشم میگرفتن. صفیه دخترم. صفیه 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 تو میفهمی که صفیه کجاست؟ تو کدام جای میری؟ از ایف کدام خبری نیست؟ بگی بپوش. تو کجا میری قلیچ؟ این قهوه را برای کی آماده میکنی؟ محمد شیرین خوش دارد. تو چرا میلرزی؟ نمیفهمم محمد کجاست؟ محمد 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 تو کجاستی؟ محمد اینا را کی اینجا انداخته؟ محمد ده بین کتاب خون بود محمد. تو چرا همراه ما گپ نمیزنی؟ بسیار پشت دق شدیم. زیاد میخواستم خوب شوم محمد. باور کن اما موفق نشدم. گفتم که با آمدن ایف استاد خواهد شدم. ایفم نامد. تو چرا دست تکش کردی محمد؟ دستای من خونالود نیست. کی بوده میتاند؟ چرا
طرفم سیل نمی کنی محمد؟ چرا همراهیم گپ نمیزنی؟ محبت تو چی بدی کردی محمد؟ شما کمی منتظر میمانین محترم. بفرمایید. بفرمایین آقا. این پولوگاک استقدان شغنال؟ Oui, mademoiselle. Les photos dans le journal LMIN. پاردون، فکر نمی کردم که شما بشنوین. En tout cas, on avait deviné que je parle français. Poulat Alemdar. سوفیا کارهانلی. کارهانلی منتظر شماست. از هر دوی ما؟ از معرفی با شما خوش شدم. مافیا در خانه ما چی میکنه؟ تو خلیل ابراهیم میشناسی پولاد؟ نه خیر. قاچاقبر مواد مخدر است. 7 سال میشه که در زندان است. فوت آقا خسرو با ما ناگهانی بود. باید کسی با جاش تعیین شود. خلیل ابراهیم دوست بسیار خوب ما است. میخوایم او را پیش ما بیاری پولاد. این کار انجام داده میتونی؟ چقدر وقت دارم؟ تا جایی که معلوم میشه کار آسان نیست. خودش از این کار خبر داره؟ توی را بگو کی کار انجام داده میتونی یا نمیتونی پولاد. فکر میکنم به خاطر که من تواناییشو دارم مرا اینجا خواستین. همراه خودش ما تماس میگیرم. میخوایم که تمام کار در مسئولیت خودم باشه. اگه این کار به من میتین موضوع باید دیگه در هیچ جای بحث نشه و هیچ کس درباره‌اش صحبت نکنه. کار خودت از پولاد علمدار. با هر چیزی که نیاز داشتی با قلیج گفته میتونی. نیاز ندارم. حتی پرسان نکرده که در کدام زندان است؟ در هر جایی که از باشه. ماما این مهم است که چرا خم بکشمش. باید بفهمم که از طرف شما فرار داده میشه؟ فقط یک قدرت از کور از اوجه کشیده میتونه. او هم خودت هستی پولاد. پس هیچ مشکل نیست. چطور بالای خود قدرت مینان داری پولاد؟ میخوایم بفهمم خارج از این کار. چون چیزی بر از زدن ندارم. ما هم که دستن تو بودم و میگه پاره میگفتم. بچه ما از دست دادم. پس هنوزم چیزی بر از دست دادن ندارین. اما امید دارم که پیداش میکنم. گم شده؟
اختطاف شد. زنده است؟ تنها چیزی هست که تا حال در زندگی نفهمیده. اما تا آخرین نفسهای خود حتما پیداش میکنم. اگه بچه‌تان طرف خودتان رفته باشه مطمئن هستم که نمرده و حتما یک روز نه یک روز با شما روبرو میشه.